انجمن بلوگران تاجیکستان اسم 15 بلوگر بهترین سال را در 15 نامیناسیون اعلام کرد. در هفته آزمون که در آن 77 نفر شرکت داشتند، 15 نامیناسیون پیشنهاد گردید. پس از دور اول آوازی طریق پیامک‌های SMS، 45 نفر به سگانه بهترین داخل شدند. بعدا با اشتراک هیئت حکمان روند انتخاب جایزه‌داران صورت گرفت که آنها به داوطلبان از روی یک قطار معیارها بها دادند. در نتیجه ارزیابی حکمان غالبان از میان 3 جای اول در هر یک نامیناسیون انتخاب شدند. اخیراً در شهر دوشنبه در یک مراسم به 15 غالب آزمون جایزه های بهترین بلاگرهای تاجیک در رشته های مختلف سپرده شد. این 15 نفر در بخش های مختلف چون ویدیوهای کوتاه هجوی، زیبایی و آرایش، مود پخت و پس، طرز زندگی و سیاحت، هنر نقش‌آفرینی، ورزش، تجارت، معارف، تکنولوژی و خیرخواه بهترین دانسته شدند. چندی از بلاگرهای مطرح جمهوری به مثل بران، غالب شو و دلاور سفروف برای خط بهترین را یافتند. ناظران همچنین به این نقطه اشاره میکنند که مراسم تقدیم جایزه ها به بهترین بلاگرهای تاجیک در حال برگزار شد که سال 2022 چندین بلاگر در تاجیکستان از جمله دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفقبیک سید امینی، عبدالستور پیر محمدزاده، خوشام گلیم، کامچک میرزایف با جرم‌های گوناگون اساساً با جرم همکاری با سازمان‌های ممنوع و عضویت در گروه‌های متشکلانه جنایتی بازداشت و محکوم به سال‌های طولانی زندان شدند. همزمان طوری به نظر می‌رسد مقامات در تاجیکستان در این یک سال اخیر از بلاگران در معرکه‌های پروپاگاندیستی از جمله در حمله‌ها به مخالفان سیاسی با سرعت استفاده می‌برند. آزمون بلاگرهای بهترین تاجیکستان امسال اینک بار دوم دایر شد. سال گذشته بلاگرهای بهترین را در 10 نامیناسیون ائتلاف زنان ژورنالیست تاجیکستان معین و اعلام کرده بود. این 15 نفر بلاگرهای بهترین تاجیکستان در سال 2023 دانسته شدند. و این رسال عزیزه مختارova، بلاگنویس بخش زیبایی نیلوفر حلیمova، بلاگنویس مود سال خورشید ستاروف، بلاگنویس بخش غذا نگاره علیمova، مشاور بلاگر سال سید اکرم شکوروف، بلاگر در بخش زندگی عزیزبک ایلوف و همسرش رحیمه، اکتور بلاگنویس سال فاروق سنگینوف، اکتریس بلاگنویس سال دلنوزه رحیمی، افتو بلاگنویس سال مظفر باب رحمتوف، بلاگنویس زوای ورزش سال قمرالدین حسنوف، شخص موفق سال فاروق حسنوف، بلاگنویس تاجر سال سید مراد دولتوف، معلم بلاگنویس سال بیروز حفیظوف، بلاگنویس تکنیکی سال زنخور نصرالدین زاده، خیرخواه بلاگنویس سال تیوی صالحین.